درخت انجیر معابد به خاطر چرخه زندگی غیر معمول و قد بلند خودش خیلی معروفه. دانه این درخت میچسبه به فضله پرندگان و پرندگان موقع پرواز میندازنش رو شاخه درخت‌ها، روی اونا جوانه میزنه، شاخش بلند میشه و برای جستجوی آب صدها متر در روی زمین حرکت میکنه. به زمین که رسید ریشه میدوونه. بعد از یه مدتی این درخت شاخه‌هاش درخت میزبانو در بر میگیره و اصطلاحاً خفش میکنه. یکی از دلایل مهمی که اسم این درخت رو گذاشتن انجیر معابد به جهت اینه که در زمان بوداییان یه فرد مشهوری به نام بودا زیر این درخت به مراقبه و روشنبینی میپرداخته و اسم اینو گذاشتن انجیر معابد. یه فیلم جدیدی هم که ساختن در بسیار از جشنواره‌های معتبر دنیا جایزه گرفته، فیلم محمد رسولوفه به نام درخت انجیر معابد. این الان درخت انجیر معابد، شما نگاه کنید، یه سری حیونا مثلا حسین زیادن اینجا، نگاه کن. یعنی هر جا گیر میارن اسم نحسشون رو می‌نویسن. یعنی کی میشه اینا از این دنیا برن اسمشون فقط رو سنگ قبرشون بمونه. نگاه کن درختو چی کار کرد. ای خدا، کی میشه ما از شر این آدمای بیشور خلاص شیم؟ بعد انتظار داریم ایران پیشرفت کنه. نگاه کن ببین چی کار کرده اینا.